مبارک. آماده ای بابا؟ سروناز خانوم شما چطور؟ پس بریم. یا علی آقای واحد برو. یعنی چه؟ عزیز من تو کی دیگه حالا مثل کف کوفر شدی این وسط؟ مبارکی. به به شالله که مبارک باشه. ولی کی به شما گفت تشریف بیاری؟ چی تو شده بابا؟ میدونی که مردم این دور زمان هم معطل هم یخته هم کارم راست میگی. باشه میگم خطشو کن زده تو ذوق ما ولش کن. باشه میگم من رو تو حساسم. میگه چرا اینقدر رو من حساسی؟ بابا ول کن بیا اینور. سربناز خانم بابا بنده باید کاری داشتم. بنده عرضی داشتم خدمت شما. میگم شما حاضری عروسی کنی شوهر کنی یا نه؟ به ابدا این خیلی از خانوما یه بله سنگ زدن به هوای آدم و عروس چه گفت خجالت بکش زهر ما میشه شنوا میکنه. من آدم عروسم یعنی من گاوم بی تربیت بیادم. چی کو؟ زنی تو کو؟ شما دختره نمشون بزنینم منم بشونه. اوی مادر فول حاضره بخواه شوهر کنه. ایشالله ابراهیم جونی جفتتونه بسونه. برو شمشیره دو برده بیا. من هپونت میکنم تو منو بشون. آتیش فشانه به سنم بیاد بیرون. میگم ماجرایی 150 میلیون جمعیت هم حل شد. روز و روزگار بر همه شما خوش.